یک ناجوان مردی امروز در جامعه ما هست که اکثر مردم حتی کلان سالها وقتی به همدیگر صحبت میکنه فلانی مادر، نعوذ بالله، گویا هزل داره، گویا شوخی داره، فلانی آچه چی خدمت کرده در مادرت که امروز مادر از روی تو تأخیر بشنوه؟ خداوند در قرآن گفت مؤمنه ها برادر هستند. وقتی وای برادری تو باشه، مادری وای برای تو مادر میشوه. این چی بدبختی است؟ چی بی‌غیرتی و والله این بی‌ناموسی است. نخواه که مادر تا بگم فلانی مادر خاموش بیستی. این دوستی نیست. برای این برادران زبان ها را نگه بداره. هر چیزی در زبان آمد نگو. خداوند در قیامت از این زبان تو را پرسیده میشه، وای تحقیر میشه، وای به احترامی نسبت به برادر مؤمنت میشه.